فرمان روایی. تو پشت فرمان احساساتت نشسته ای. همه میخوان کیفیت زندگیشون رو بهبود بدن. رضایت بیشتری از زندگیشون میخوان، اما تقریباً همه ما گاهی اوقات اسیر باورهای محدود کننده و الگوهای احساسی خود میشیم. از حس ناامیدی، نگرانی، غم یا پریشانی برای خود عادت میسازیم. همین عادتهای ناتوان کننده هستند که مانع از انجام کارهایی میشن که واقعاً قابلیت انجام اونا رو داریم. تنها چیزی که تو زندگی میتونین کنترل کنین نحوه واکنشتون به زندگیه. وقایعی که در زندگیمون اتفاق میفتن رو نمیتونیم کنترل کنیم، اما میتونیم چگونگی برخورد با این وقایع رو به خوبی کنترل کنیم. مردم همواره با شرایط پر استرس روبرو میشن، اما میتونیم طرز تفکر خودمون رو در مورد این شرایط با تقویت هوش هیجانی تغییر بدیم. حوادث خارجی طی 9 ماه اخیر یا بیشتر باعث غافلگیری دنیا شده. مردم در حال از دست دادن شغل، سلامتی و حتی عزیزای خودشونن. اتفاقاتی رخ میده که خارج از کنترل ما رو به زمین میزنن، اما احساس استرس، خشم و غم از اتفاقایی که رخ میده منشأ نمیگیره، بلکه ناشی از معنایی هستند که ما برای این اتفاقات و وقایع در نظر میگیریم. البته اتفاقات ناگوار واقعی هستن، اما پرسش اینه: چگونه به این اتفاقات اجازه میدی تا زندگی شما رو شکل بدن؟ آیا اجازه میدی تا نابودتون بکنن یا از اونا برای توانمندسازی و روشن کردن مسیر زندگیتون استفاده میکنی؟ استرس، خشم، غم، این احساسات ناشی از حقایق زندگی نیستن، بلکه از مفهومی که به اون حقایق میدیم ناشی میشن. این احساسات تماماً به خاطر مفهومی هستند که به وقایع و تجربیات زندگی خود میدید. چون هنگامی که یه مفهوم جدید در نظر میگیریم، این مفهوم میتونه منجر به خلق دیدگاهی جدید و در نهایت زندگی جدیدی بشه. تو این مقاله با تمرکز بر مهارت‌های توسعه فردی، یه فرایند سلف کوچینگ رو برای مدیریت احساسات خود خواهید آموخت. به داستانی که میگین گوش بدین. ناخودآگاه برای وقایع و تجربیات زندگی خود معناسازی میکنیم. این کار رو همیشه انجام میدیم، اما ممکنه از اون آگاه نباشیم. برای مثال رکود اقتصادی رو در نظر بگیر. یه نفر میتونه از رکود اقتصادی این برداشت رو بکنه: وای ورشکسته میشم. نفر دیگه ممکنه بگه این یعنی من باید سخت‌تر تلاش کنم و ابتکار بیشتری برای پس‌انداز به خرج بدم. به نظر شما نتیجه این الگوی فکری برای هر کدوم از این 2 نفر چگونه خواهد بود؟ بسیار متفاوته، درسته؟ آیا واضحه که چرا هر یک از اونها رویکرد متفاوتی به زندگی دارن و چرا هر یک احساسات بسیار متفاوتی رو تجربه میکنن؟ تمام اینا ناشی از مفهومیه که هر شخص به اون اتفاق اختصاص میده و اون رو برای خودش تعریف میکنه. حالا بیاین به سراغ موضوعی شخصی تر بریم. یه خانومو در نظر بگیر که تو کودکی به فرزندخوندگی پذیرفته شده. یه مسیر انتخابی وی میتونه بی‌ارزش کردن خودش باشه و باور این که چون اونو به فرزندی قبول کردن یعنی لیاقت دوست داشته شدن رو نداره. البته اون میتونه رویکرد کاملا متفاوتی اتخاذ کنه و این واقعیت رو در نظر بگیره که یه نفر اونو انتخاب کرده تا بهش عشق بده. تصمیم او جهت انتخاب هر کدوم از داستانها از چه جهت اهمیت داره؟ این انتخاب چه تأثیری بر تصمیمات وی در زندگی روزمره‌اش خواهد داشت؟ چه تأثیری بر تصمیمات بزرگتر زندگی اون خواهد داشت؟ داستان اول حس فقدان ایجاد میکنه، در حالی که داستان دوم منجر به تحسین زندگی و ارزش اون خواهد شد. داستانی که اون انتخاب میکنه تمام زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده، چون تصمیماتی که ما رو کنترل میکنن تصمیمات مربوط به مفهوم هستن
و مفهوم مساویه با احساسات. خودتون رو برای قدردانی کوچ کنید. اگه انتخاب داستان ناتوانسازی براتون آشناست، تنها نیستین. همه ما برای خودمون داستانایی تعریف میکنیم که منجر به غمگین شدنمون میشه، در حالی که میتونیم در اون زمان احساس شادی داشته باشیم. ما خودمون باعث میشیم که دائما احساس غم، نگرانی، اضطراب، شرم، گناه، ترس و خشم کنیم. چرا؟ چون اینگونه بار اومدیم. ذهن بشر همواره به دنبال چیزیه که میتونه از دست بده، کمتر از اون داشته باشه یا هرگز نداشته باشه. شاید متناقض به نظر بیاد، اما موضوع بقا و محافظت در میونه. شما بر اساس قواعد زیستی و طبیعی به گونه‌ای آفریده شدین که همواره خودتون رو برای بدترین اتفاقا آماده میکنین. به همین دلیل کنترل آگاهانه بر داستان‌هایی که به خودتون میگین و احساساتی که تو نتیجه اونا تجربه میکنین به خودتون بستگی داره. راز این تغییر بزرگ کوچ کردن خودتون یا همون سلف کوچینگ و جایگزین کردن سپاسگزاری و شکرگزاری به جای انتظاراته. اگه این کار رو انجام بدی، کل زندگی شما در آن لحظه تغییر میکنه و اگه همیشه این کار رو انجام بدی، زندگیتون برای همیشه تغییر میکنه. به داستان همان خانمی برگردیم که در کودکی به فرزندخواندگی پذیرفته شده بود. وی انتظار داشت که مادر پدر واقعیش باید اون رو نزد خودشون نگه می داشتن. این انتظار میتونست تمام زندگیش رو تباه کنه، اما اگه او انتظارات خود رو به قدردانی تبدیل بکنه و با این دیدگاه که یه نفر بدون وظیفه و الزام طبیعی اونو آگاهانه انتخاب کرد و دوستش داره، اون وقت کل زندگیش تغییر میکنه. این همون قدرت تبدیل انتظارات به قدردانیه. به دست آوردن دوباره کنترل. انتخاب با شماست. روی چه چیزی میخواین تمرکز کنید؟ به کدام داستان اجازه میدی که زندگیت رو هدایت کنه؟ باید مفهوم مد نظرتون رو انتخاب بکنید. این قدرتیه که درست در همین لحظه داری و میتونی همه چیز رو تغییر بدی. پشت فرمان زندگی خود بشین و کنترل اون رو دوباره به دست بگیر. شما یه انسان زیبا، قدرتمند هستی با پتانسیل نامحدود و لایق یه زندگی شاد، تکمیل و موفق. تنها مانع دستیابی به خواسته هاتون خودتونی. تنها مانع دست یافتن به شادی که لیاقتش رو دارین داستان ناتوان کننده‌ایه که دائما برای خودتون تعریف میکنید. اما اگه همین الان تصمیم بگیری برای خودت یه داستان جدید تعریف کنی، چی میشه؟ اگه همه چیز بر وفق مراد شما طراحی شده بود تا اینکه زندگی بهتری داشته باشید، بیشتر ببخشی و بیشتر لذت ببری، چی میشه؟ زمان این رسیده که دیدگاهتون رو تغییر بدی و از خودت بپرسی اگه تمام اتفاقات زندگی از جمله دردناکترین و آزاردهنده ترین وقایع برای من اتفاق میافتاد، نه علیه من، شرایط چطور بود؟ اگه خواهان آزادی واقعی تو زندگی خودت هستی و باید تصمیم بگیری که دیگه به رویدادهای خارجی اجازه ندی که شادی شما رو شکل بده و این کار تنها زمانی محقق میشه که استاد معنی کردن و یافتن مفهوم توانمندسازی تو هر چیزی بشی که سر راه شما قرار میگیره. اینو همیشه یادمون باشه. آزادی واقعی زمانی محقق میشه که تصمیم بگیری دیگه به رویدادهای خارجی اجازه ندی تا تجربه احساسی شما رو شکل بده.